بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز. امروز مصادیف با روز عاشورای حسینی است، روزی که حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش در راه دفاع از حق و عدالت و ارزش‌های انسانی جان خود را فدا کرد. اکنون در میان عزاداران حسینی حضور داریم، مردمی که با عشق و اراده به اهل بیت علیه السلام یاد و پیام جاودانه کربلا را زنده نگه می‌دارد. عاشورا نه تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه مکتبی از آزادگی، ایثار، مقاومت در برابر ظلم است. با ما همراه باشید تا گزارشی از مراسم عزاداری امروز را تقدیم شما کنیم. جان روز تاسوعا است، برای فردا برنامه‌ریزی هست. جور باشی. این گوشت بلده چیز هست؟ سبا عاشورا. بلده نظره دیگه. جور بخیصیت خود جان، جور بخیصیت خود. بخیجان کنی؟ بخیر. تغلان سکار اینجی؟ اینجی برادرجان دست کسته نزد محرم خدا قبول کنه. برادرجان دست کسته نیم شب عاشورای تصمیم داریم برادرجان دست کسته اینجی دیگ را آماده کنیم، آشپز میه یک ساعت بعد همین برادرجان دست کسته نزد امام حسین برادرجان دست کسته خدا قبول کنه. بچه‌ها نزد زن کدن امید برادرجان دست کسته به نام نکی با خوشی برادرجان دمیره نظر کنیم امنیت و اتحاد قوم نشستنه. قوم قبلا خوب بوده، از این به بعد به نظر که بیشتر خوب میشه. بخی 100% خوب شنه. 100% خوب میشه. این دیگه جوای زه. ان شاء الله نکته ملای کوکب تمام ان شاء الله حال بخیر دیگار بشیم دیگه. دیگار بشیم بعد. چش. بچه‌ها ریکاردم بدن زمین بالا. ریکارد بیاد. همین ریکارد بشی میذارم استفاده میاره. و زماده که شوکت به خدا دیگه. و استادی. اساساً چنین این خود سبا باز زمان کنید که او کشک میتونه کنده شد. نه. نه سواد خونه گفتید او کی سواری. چیز زکات باشه دیگه. برادر سوار کار میشه چای نمیدی چرا؟ واسه سوار این شربت میدید چای دیگه ما. Orada. Orada? Ha, levur. Orada da bir dikine. Ne? Milyon diye fanda gibi. Olur bile. Oraya gel. Niye? Zaten niye? Böyle Sofia. Bu Sofia zaten niye? Burada yakın orası ki. Abu ki, abu var bir mevcudat meşru. او خانه خونی گستخانه آتش حسین موجود آتش تو اون مور خانه آتش حسین نبوده؟ صافیش نورده
راحت باش. بود بال که یک ذره اون دیگه بگل فایزی بگلی رو یه فرق دسترچی بیا تمیر برو این طرف ولون من اینجوری رضا بلون بس دیگه مرا بود چیز دیگه شد امیرم نگاه ریکابیو بس آتی غلام برنج کی ترکنی خوشمه کم فوق کش کس آتی غلامو از روسی کم فاصله نمیدیم خو صحیح ها اون جک اونجا سیگدیش آتی منصور اینیش تاکنیم bir taku ki ocağı da beni zübeyla. Sen kavala ocağı beni. İnç be. Ate oğlum ocağı çırkı beni züder verni. Biz orada demişler. Bek. Ne diyeceğim? Bir o. Bir de sen bir uzakta bir yere. Oh. Sağ ol.
او نه اون آقای تنین برنامه برای چی هست امروز که تر بیرو بار داره؟ در قدم نخست آقای محمدی مامای سلام و درود خدمت شما و تمام عزیزایی که از این چینل یوتیوب یا از صفحات مجازی شما فیسبوک شما یه برنامه رو بیننده هستن. عرض و سلام احترام تقدیم می‌داریم. قسمی که از لطف و بزرگواری خود شما آمدن اینجا تشریف آوردین، یعنی برادرایی که اینجا می‌بینین کربلایی صاحب، آقای افضلی، آتی غلام، مساق فیضی و شمول یک چند نفر از این جوانا دیگه اینمی کارا و اینمی دیکار امروز جمع آوری کردیم، از ظروف کرایی اینا را آوردیم که فعلا همی مسئولیت شستشوی از اینا به عهده امزی بزرگوار است. خداوند اجر بلده زیاد نصیب کنه. فردا به خیر مراسم روز عاشورا هستن که این مراسم انشاءالله بتونیم که به خوبی و به خیر سپری شود. فردا اینجا ما نظر داریم آقای محمدی. سالهای قبل چند سال همون به شکل متواتر که بود کمیته میکاری به رهبری آتی غلام جان همیشه چی میکردیم از اون گشت کشه، ولی فردا تصمیم به داریم که همین سال یک پلو در نظر گرفتیم که امروز رفتیم خرید کردیم، برنج، گوشت، همه چیز آماواتی غذایی را آوردیم. اینجا آماده هسته که باز آشپز هم گرفته شده. آشپز از خود مردم شاردیده؟ نه آشپز از بیرون گرفته شده که چون ماشاءالله فردا کیفیت خوب باشه دیگه. حدود 700 تا 800 نفر اینجا حضور دارن که کیفیتش خوب باشه. و تشکر از شما که لطف کردین آمدین همین حالت را برای بیننده های خود و برای برادرایی که خارج از افغانستان هستن میبینن بدون شک خوش میشن. بسیار زیاد تشکر از اینکه لطف کردی آمدی تشریف آوردی. تشکر از خود، زنده باش. میکنم. الله بسیار موتور با کیفیت موتور با خونسردی با موتور پشانه واز میره نزد امام حسین را انجام میدیم. هر سال در خانه کربلای خادم حسین پاسکو بغل کو بوده، امسال در خانه حاجی نصرالله خارزار گرفتیم و در این جهت هم بسیار کمک برزمو سخت تمام میشه، به خاطر که ما هر سال در این خانه دو خانه از او خانه دو خانه اگر یک مسجد می داشتیم که همه سال در یک جای می بودیم برزانس کسته با همه تجهیزات که می داشتیم خیلی خوب بود. حالا شاید توکل به خدا در سالهای آینده اگر کوشش کنیم دوستا برادرای در بیرون و داخل به ما همکاری کنه او ما میتونیم که مثلا یک مسجد هم داشته باشیم. او این سال هم برادر تا حدود 700 نفر از قومای زمو اینمینج یک مراسم داریم که مراسم عاشورا است. سبات تشریف میارن و هر سال ما کوچه پخته میکردیم، گوشت کوچه بود. این سال هم برادرها تصمیم گرفت گفتن گوشت کوچه پخته نکنیم، یک چیز دیگه پخته کنیم. باز نظر نظرات ما کم بود، بالاخره کوشش کردیم که نظرهای را آماده کنیم، از این طرف از اون طرف بالاخره پیسته جور کردیم. امیر یک گوشت و برنج به نام پلو که میگیم، همین پلو آمادگیش گرفتیم. توکل به خدا آشپز هم گرفتیم، شاید امیر فردا با یک کیفیت بالا انجام بدیم. یه 700 نفر و 800 نفر کل مردم اشاره زن و مرد میاد دیگه، نه سبب؟ بله همین تعداد چی رقم تعداد چی مثلا شرک 12 امام کسته با مو شریک نیست، اما جز قومی از ما هستند، دمو چانده از ما هست، دمو اتحادیه از ما هست، اما اونا در خواندن بر از ما شریک نمیشن. اما ما دعوت منیم. دلیل چی شاید باشه که جای نباشه؟ جای هم که دیگه جای نمیشه، مسیرش دوره. به هر حال آشار مثلا کارت سخی مثلا آقایون روزان اگر ما دعوت منیم هر سال کلی که دعوت منیم چی باشه نباشه ایتنیه که میشه، ولی هر کس که اینجا بیایم ما خوش میشیم او دیق نمیشیم. مشکل اصلیش در نظرم که نمیان و سمونه به خاطر جای است. جای محدود جای مثلا یک خانه است، خانه حاجی نصرالله که کلانترین خانه است، اما دو طبقه بالا و پایینش می گنجایش از مو 70 80 خانه که مودم شهرک مهدیه هستیم، یعنی می 70 80 خانه را مثلا اگر کلی باید جای نمیشه، مجبور در کوچه و خیابان میشینیم. در کوچه و خیابان نشستیم، باز اطراف همسایه اذیت میشه به اذیت او به هر حال برای ما مشکلات زیاد داره دیگه. قوم شاهزاده امیدوارم که مثلا در این باره مسجد یک فکر کنه در باره کابلیا، اگر لطف کنن واقعا خیلی
دیگه چندین سالهای که از این خونه اگر لطف کنن برادر که برزن زمین بعد از مو یک کمک همکاری در آینده شوه ان شاء الله ما ان شاء الله میتونیم برزن تصمیم که بگیریم موشه دیگه هیچ کدام مشکل نداره. اگر ما امسال یک دانه زمین پیدا کرده بودیم در حدود 5 بیسه بود، 2 منزل آماده جور کرده تیار بود، 3 طرفش هم کوچه بود، 8 بیسه زمین بود، اما او آدم 5 بیسه حساب میداد بنون 5 بیسه 56 لک روپیه قیمت چه بود، در 53 کدام کس تلبسته بود نداد. ما که برای پیشنهاد کردیم گفتن که شما برای مسجد بگیرین، خیر ما به خاطر شما گذارنم. باز ما می دوستا که برای بعضی دوستا تذکر دادیم که می باید بگیریم، باز گفت ما 55 لک روپیه از کجا کنیم نداریم. ما مال مثلا آمادگی 5 لک ندیم، چه 55 لک روپیه. باز ما از دست مرفت دیگه نتونستیم. نه اگر تصمیمش بگیریم احیانا نه هیچ کاری نمیشه که نشده می باشه. حتما موشه فقط تصمیم بگیریم و امید خدا و زور خدا هم بوده از اینکه دوستای بیرون و داخل اول یک مقدار کمک برای سرک کردن، خدا خیرشان بده، اجرشان رو بده، خدا اونا رو سالهای سال زنده باشن. مسافرین بر زمو کمک کرد، همکاری کردم، سرک شارزیده از مو بیخی واجبی در واجب بود و الحمدلله یک رقم شد. اما خیر مسجد این سال نه، در سال دیگه، در سال دیگه نه، سال تر دیگه همین مسافرین بر زمو همکاری کنه، بر زمو برجانس کاسه یک 20 رو بگیره، یک مقدار خدا نظم از اینجا همکاری توکل به خدا شد یک مسجد شوی ان شاء الله ان شاء الله. امیدوارم که گپ از مو شنیدهش نه یک ذره پیگیری نه گفتن ان شاء الله ان شاء الله عملا در صورت بگیره. خب باش برنامه را سبا میگیریم دیگه، کیا میا چند نفر میا باز در دوستان نشان میدیم، امید که بینگرن باز چینل یوتیوب هم سابسکرایب کنه. بله امید قصص زنده و سلامت باشین دیگه. کدام گفتنی داری آقای فیضی شما؟ ما که هر سال امید در خدمت هستیم دیگه برادر، هر سال امید خدمت را انجام میدیم. دوستان گفتن امانه که در نظر محرم آقای افضلی، عاطی غلام، آقای فیضی اینا کس در خط مقدمه دیگه، در خط اول، در نبرد اول دیگه. دوستا دیگه اون میاین واقعا زحمت زیاد کشیدن امروز دیگه، زحمت همیشه زیاد در هر محرم ما میگردم زحمت زیاد میکشه. حقیقتا آقای افضلی خدا اجرش بده و کربلایی صاحب آقای فیضی را عاطی غلام جان را بدون شک اینا زحمات خیلی زیاد را متحمل میشه به خاطر مسائل قومی که خداوند اجر از اینا رو بلدش بده دیگه. از تلاش زیاد کردن. همین امروز که ما خودیم همراه از اینا دوش رفتیم، تمام کارا را به وجه هستنش بسیار خوب جمع آوری کردن که تا همین لحظه که ساعت هم 7 است دیگه تقریبا شام میشه که اینا کارهای خود را تکمیل کردن. فقط منتظر از این هستیم که همین آشپزا بخیر باید تمام رسم موجود است دیگه. بازم تشکری منم از تو آقای محمدی که چی در عرصه ازی که رفتی در شارزایده و امو حالت را برای مسافرین عزیز باستاب دادی، سرک شارزایده را و چی که در اینجا زحمت میکشی می روزای تاسوعا را، روزای عاشورا را، مراسم قومی را تو باستاب میدی. بسیار جایی خوشی هستن که بدون شک وجود خودت یک غنیمت است برای قوم. خداوند شما را حفظ داشته باشه، توفیق بیشتر بده و به عزیزایی که امروز همینجا زحمت کشیدن خداوند اجر رو نصیبش کنه. تشکر، زنده باشه آقای تنی. میگم ما هیچ وقت در چی تتوان نشش مسقامات دریغ ننم، همیشه در خدمت قوم هستم. زنده باشین، تشکر باشین، بیننده باشین دیگه. ویدیو رو ادامه تا فردا ببینیم که کار به کجا میشه. دامش بجای دوره میشه. خالی غلام جای نمیشه. جو باید آه باید ویدیو میشه.
سه واری پوست که دیگه تو همین تا که از جان دل دیگه آمادگی برای فردای بخیر. اینجا شستشوی بیدی آشپز دستور دیده یک ترک نه تا سباره دادم دیگه از کنیم بگهش 40 دقیقه خالی نکن دیگه دیگه نه نه دیگه دیگه آی تنین نان آوردن؟ نان آورده زحمت های جمعه دیگه نزدیک درچه آه آقای محمدی رفتر کشت نان یک 350 دانه نانی ترکی آورده خواه بلده سبا بخیر زنده باشین زحمت هایشون دیگه واقعا ستیزنی هم اصلی بچه ها نه بچه عزیزا این قیطه شب آقای تنین ساعت 8 بجه شب دیگه دنبال نان رفته برای سبا بخیر نان آورده سبا بخیر بینیم نز رو دیگه حالا برق جور دیگه باز بلده برق گستبا آماده کنه که آشپزا باز که باید اینجا گستبا تکلیف نشنه تدیک نباشه کاره که نزد ندی تو خود آشپزی ده باز آشپزا رو درک کنی دیگه نه قد از این خوب بهتر میشه آره آشپز که برسش برابر نبود باز اون رقم جانگول و بازگول که میگفت مقدتای دیگه اینجا خوب بود رست بربر نبود رست که بربر نبود باز میگفت نمیشه حالا آشپزا باید رستش بربر باشه اونجا که داخل دهات بود اینجا شواره شوار باید رست بربر باشه بشاخه کار نمیده دای مولده رو باش تا کنید خب تو میتونید مولده رو سنواد نمیده ایده تا خب حتما ما خب بالاخره ای میشه به غلام این نان چه سلسه امشب برادر این نان امزی خدمتکارایی که کسایی که بزن در روز تاسعا برای شب عاشورا برای روز عاشورا که زحمت کشیدن دیگو بسن جور منن شوقت آشپزا کمک منن
یه مو نانه که بنا دیگه شاید خانه رسیده نمیتونم. خواه خواه یعنی منجی برزن مجبوره که بلدزنا یک نان تایک نی تا اینا برادر دیگه منجی نان مخران باز شاو منجی بیا آقای افضلی هستن آه. برادرانه سوپ تا برای سبا آمادگی برای بگیرم سبا آمادگی میگیرن. آقای افضلی بیا دیگه بیا چرا آقای تا افضلی بیا. پیشین اون کچای خوردم دیگه. اوه ویر قمی مزن هم ده بیا تو چای نمیشه بیا تو. ایج امکان نداره که نه بیا بیا آقای افضلی یه نمیشه یه تو بخوام. یه امکان نداره. بیا دیگه بیا آقای افضلی بیا تو بیا تو. تو بس از خواب بشی. خیر یک دفعه بیشم که منجی بیش خواب بشی. نه گولی درم کنی. آقای افضلی تو خم نمیشه نه بیا. برادر نمیشه این جمهوری ازی دوستا زمه خاطره فهمیدی آقای محمدی؟ خواه خواه یعنی اینجا برازان زی دوستا جمع ره همدن برادرجان زیست که سمی خدمت کردن ایمی خدمتکارا خب باز گوشنه نمیشه که شاو اینجا بشینن یک لغمه نان هم اینجا مهری باز دیگه آمادگی کار میگیری بخیر تشکر اینی علته بسم الله الرحمن هوای الرحیم خدمتگارا رو داره دیگه حالا هوای زرنگ نگنی باز یا صبح خراب کارینن اونو آشپز ماشپز باز ناراض میشه آخوش تلخ میشه بازیار باید هوایش داشته شی برادر خدا همیشه از خود استودم خیر بیده خب زنده باشی تشکر که در هر مراسمات در هر جایا قد زمی یوتیوب خمایی برادر جان جز کسا همی دار نشر منی دوستات بیرون داخل منگرنه از یک کارای نیک خوب لذت مبرا فهمیدی جای افتخاره نه یک من پیشین اون خوردم. آجی اوش آجی بیا آجی من دارم اونجا بیشتر خانه بگیم. تو بیا تو بیا آجی بشیم اینجا نه بیا خودم. خیلی چی میخوام میده کنی اینی هم قرمه نظر است در مال دیگه گرجه مرجش انداخته نشد آقای افضلی نه اینا بعدا این هم گرجهشی من آشپزم دیگه دیست بکاره بله جان تو دیروز کجا بودی که امروز تو صف نبرد آمده بله ما دیروز خسته کار بودم خانه دم خراس میکردم اره خدمتشم رسیده نتونستم ببخشید امروز با جبران دیگه اره امروز این اول صبح وقتم دو من اینجی پیش آشپز باشی با اینجان ریزه دیگه تشکر از تو که امده برادر قدم زی دوربین قدم یک فیلمی میگری یادگاریمون نه برای دوستا را اینی بخصوص دوستای برادرای خارج است که والا دوستای خارجی پیام شخصی دادن یک دفعه خود یک ذره بجنبان خود یک ذره ویدیو میدیوم قاب ما بگیر پست کنم و دیخ شده سایل کنی نه و کار درست نی وام برادر درست گفته اونا به چارگاه دیخ میشه برای امزی لحظه ها اونا کسته بسیار زیاد دیخ میشه زیکونا فرصت نداره ایتر جمع شد کنه امروز دیگه دوم محرم است روز دوم محرم روز عاشورا ساعت چنده؟ ساعت 8 و 10 دقیقه نه؟ 8 و 10 دقیقه صبح دیگه یعنی میاد غلام خدی بولیم زحمت های زیاد ریا کشیده بله غلام هست تدارکات را آماده ده برادر برای امروز گرچند کار صحیح انجام نمیده یا غلام با این مثال که من مو 4 5 دونه پایدر کمر درد یک چوکی نورده سیکو آتی غلام نو سرگوش نورده 4 دنه دلمه ولی چی میشه 4 دنه دلمه کجای دلمه 4 دنه نو سرگوش 4 دنه دلمه این موره همون چیز که در بازار خوب ارزان بود او رو قدر میخره اوشی که قیمت بود و رید نمیخره پیازای اولا بودیم میشم که من در غزل زماندم کل تانی گندم بریوری یک چی بدبختی وارد پست
شاید از او پیاز کشتر پیدا نشده دیگه. نزدیک محرم کل پیازای کشتر بردم و دیر خبر کنم. خب باز خانه آباد تمیسته انجام بدیه. نه قبول گویه شغم نشو هیچ ندیگه ها یا تو بزی بولای جانم بالا. یک فیلم امزی مرتکب بیگر ایسا سلکای ریش نه یک فیلم ازی بیگر بخشه استاد سلیم هم ده. شکر فضل خدا. ودم ده اره دیگه چیز کار کنیم نیازی خدا ده دیگه جای کمور قبول ندارین. نه نیازی خدا شاید نام که نیازی خواهو سر طالبانی درسته دیگه جور هستیم آشپز همی هم میدادم اینمی آشپز اصلیه. نه فرون نمیده بود سالی میره خور. چی جرمونه خورمه جرمونه؟ یه قورمه است یعنی برای موری مساله قورمه ای که پیشتر گفتی که رنگ روی نداره این پخش رنگ روی زو جرنه اول شیر نگه. خب دیگه های آشپزی خود خونه های زیادی داره نه برمیر. قرار فیلمش نشده تو فقط خوب سعی شور بیدی خب؟ شور سعی یا یخنی؟ یا یخنی برای برنج خیلی برنج باز پختمونه خیلی با مزه و خوب شده با همزو بانجا نشه نگده دیگه اول یخنی مونه؟ یخنی مونه که برنج میگیره بعد اونو گوشت زیر مبره اونجا بلده سرش بانجا رومی دیگه پاره اضافه نه دیگه مسئله و مواتایشون اضافه نه این سرزی مواد برنج اضافه نه سرزی مواد قورمه رو اضافه نه دیگه نخوام چه یه گرچه باید ما اول از آشپز سوال دارم چری کار کنیم سوال نکدم خود جواب آشپز ما گفتم دیگه بلده از سلمونه روشن شد که چرا مثلا از اول با اینجا شو نکده از زمان که پاسال کشونه تا 1000 نفر هم جوابگو هستن نان میده تا 1000 نفر شب گفت 700 است ساعت آل خلف آشپز میگه تا 1000 نفر هم نان میده به خاطر که پارسال میشه کلگیش لوزر بخوانین یا یک لوحه بخوانین جوگ هم نگیم جوگ هم نمیگی جوگ مریخته نمیتونی دوباره اسم والله لوزه میخوانی لوزه باش کن لایون از اون بیرسه یک دفعه نسیم رو زنگ ده به تلفن خط نمیده یک نسیم که باید بخیشته غلام راست میگه مصطفی جالب اینجا یک موقع از اون بوده خطکس نگیم خواه ما خطکس نگیم تو بیا اینجا نزدیک بیشی چیز کار کرده تو پارسال پارسال میگه تو سر بیگار رفته گسپون نرخه قرار سال شو خواه که صبح ماده برشید اون که ارده لال کده ماده برشده لال آردو خدا تیل جان تو خدای قدیه خدایی خو ماده ای لام ازم میگه نی بیگار نر بود
ما دوباره سر بگم نام ماده خدا قسم امی پیسه بدن ماده فرق نشان نمیشه. ها پیسه فروش گوشت. او دا فرق میشه که شما که فرق کداش اینو اون پیسه مادر نر در ماده کس نمیده. این رقم دیگه است خب یه غلام بری گوشت خالی گرفتی؟ نه که با استخوانش رهبران چای مای خوردین؟ همین گزارش بسیار خوب شنده والله. سلام و عرض ادب خدمت شما و دوستان گرامی و کسانی که دیده هستند. امروز به مناسبت بزرگداشت از روز عاشورا و یا دهه محرم برگزار شده. امروز خیلی خوشبخت هستم که در جمع مردم قرار دارم. ما بر مدت 2 روز میشه که از دایکنده آمدیم، حضور به هم رساندیم به خاطر از اینکه ما شنیدیم که قوما در خانه حاجی سید نصرالله تشرک مهدی اینجا جمع شد کرده و امروز همه حضور به هم رسانده و ما نهایت خوشحال هستیم. امیدوارم که امروز را به خوبی خوشی با صحتمندی کامل روز را تجلیل کنیم و درسی بزرگ از قیام امام حسین و روز عاشورا بگیریم ان شاء الله. وظیفه‌ها تقسیم بندیش چه رقم؟ برادر کل کارا جور و آماده تیاره. فقط علمی شربت می‌خواستیم جور کنیم برای بچه‌ها که یک تعداد سینه میزنن، یک تعداد باز اتاق‌ها بالون هوا گرم است، تابستانه، باز بچه‌ها مریض نشنن دیگه. برادر میتی کپارا
جور کنیم دیگه. همین بگیر وظیفه از مویه. تشکر از زحمات شما. سلامت باشید. چرا خم فکر کنم حضور جوانا امسال خیلی زیاده، پارسال زیاده، مردم امسال زیاده خیلی دلگرم در محرم عاشورا، یا پارسال بود یا سالهای قبل بود؟ چرا خم فکر کنید؟ همین قوم از ماشاءالله هر سال جمعوریش خوبه، مثلا همین درباره عاشورا کوشش من ابرزانس که باشه، ولی امسال از در سال که جمعیت مو خوبتره، بهتره، تمام رسم و رسومات مو خوبتره. مو فهمیدم. جان مردم کم صحبت که چرا خم در محرم ولا همه چیز خوبه، همه چیز خوبه. حساب سرشته و یک سرشته که برنامه نمی 4 روز 5 روز مثلا که در رأس زمین ما خودم قرار داریم. بعد دمی کسایی که قد از ما همکاری نن بسیار با خلق واس، با مو پیشانه واس، با مو بسیار یک نیت مخلصانه برای ممسر نزانس کاستا کلی خدمت منه، بسیار با مو دقیق خوب و اساس پیش رفتیم تا به حال. هر سال میتونه امسال بهتر از هر ساله. تصمیم گیری بیشتر از طرف جوانای یا از طرف استفیدای؟ از طرف استفاده هم هسته او جوانان بسیار نقش خوب دارن. فکر کنم ما که همین دروسی را از دایکندی آمدم اینه که استفاده زیادتر نظر میده که این کارا شوه، ولی عملیش توسط جوانا بیشتر میشه. همینطور. جوانا رو که میگه نیروی کاری بچه‌ها خوبن، کلی مستجمن. زحمت و تلاش همین بخش جوانای. همینطور وقت همینطور که هست. به حساب خواندن و نوها و سینه‌زنی حسابات یکم صحبت کنید. به خاطر یک سینه‌زنی شما نبودین سینه‌زنی بچه‌ها گفتن سینه بزنید، به خاطر که ما مسجد نداره، در اتاقا خورده جایی نداریم، اما سینه‌زنی بر از ما یک کمک مشکل تمام میشه. اما هوا گرمه، اما اتاقا جایی نیه، جای نبود بچه‌ها زیاد سینه‌زنی نمیشه. ما اگر یک مسجد می داشتیم باز بسیار خوب بودم، سینه‌زنی میشه همه چی میشه. جوانا و خارجای ما شما که حالا دور از وطن است، خدا اونا را حفظ کنه. چی پیشنهاد دارین؟ ما شما یک مدل بسیار بزرگ بازی هست، مسجد نداریم، حتی جایش نداریم. اگر کسانی که درست چی بازتره چی خنک نظر دارید؟ این تا از آقای فرید ما اول از زمین برادرایی که در خارج زندگی مونن، خدا اونا را حفظ کنه. دعاگوی از اونا هستیم، اونا رو بزن در هر مملکت هر گوشه کره خاکی هستن، اونا رو بزن خدا حفظ کنه، درمون داشته باشن. ما زنده هستیم، فعلا زنده از اونا هستیم. ما به امید خدا اول بعداً به امید از اونا هستیم. اگر اونا ما یاری نکنه در هر عرصه، در هر کار، در هر جای، ما همینجا هیچ هستیم. ما برای زمانا بزن دعاگوی هستیم، اونا برای ما خدمت کنه، دست ما رو بگیره. ما بزن در هر چیزی اینجا افغانستان میبینه که مثلا ما مردم دیگه کلی در سرک راه ما رو بیکاره، کلی امید ما برای زمانایا. اونا رو خدا حفظ کنه، برزن اونا خدا داشته باشن، برزن شاخه جوانی از اونا رو به زمین خم نکنه او همیشه محفوظ باشن. به می جهت برزمو باید یاری کنن اونا. سلامت باشین، بخیر باشین. سخت است در تاریخ اسلام. صفین هم منطقه است که در کشور سوریه هست. شاید قبلا ما به یه باور بودیم که منطقه صفین که جنگ بین حضرت علی و معاویه اتفاق افتاد در کشور عراق یا مربوط به کشور عراق باشد. نه، صفین منطقه است در رقه سوریه، همون جایی که امروز عمار یاسیر، میثم تمار، حجر ابن عدی، یاران و حواریون بی‌بدیل و وفادار حضرت علی علیه السلام دفن است. چند سال پیش یاد ما شاید بماند که وقت داعش مسلط شد قبر حجر ابن عدی را یک قسمتش را تخریب کرد. این در همون منطقه سفوده است. و دوم اون سخنرانی کوتاهی که در لحظات آخر عمر پربار امام از زبان گوهربار و درربار ایشان در حضور اهل بیتشان بیان شده است. دیگه اصحاب ازش خبری نیست، همه شهید شدند، جوانها به شهادت رسیدند، یاران ابا عبدالله الحسین به نوبت شهید شدند. آخرین جملات امام در حضور اهل بیتش است. اونقدر عمیق و اونقدر این سخنها ارزنده است که تاریخ را تحت تأثیر قرار می دهد. انسانهای آگاه را و انسانهای آزادیخواه را، انسانهای با درک و با احساس را تحت تأثیر قرار می دهد. امام
می آید حضور اهل بیتش در لحظه خداحافظی این جمله را بیان می کند: القتل اولا من رکوب العار، القتل اولا من رکوب العار والعار اولا من رکوب النار. دقت بکنید، یک جمله کلیدی هست. البته 30 تا جمله رو از شعارهای امام رو در روز عاشورا تاریخ بیان کرده است، گفته است. این مهمترینش است که حضرت امام بیان می فرماید: القتل اولا من رکوب العار، کشته شدن، شهید شدن، با افتخار از این دنیا رفتن اولا و سزاوارتر و بهتر است از رکوب عار، از این که انسان در این دنیا بماند و مرکوب عار و ننگ قرار بگیرد، زنده بماند، در حیات دنیایی نفس بکشد، در کنار خانواده زندگی کند. این ننگ و عار است، کشته شدن و با شهادت از این دنیا رفتن اولا و سزاوار است. بعد میفرماید والعار اولا من رکوب النار. حالا ننگ، عار هم تا جای خوب است از این که آدم به جهنم برود، داخل آتش بشود. اگر پیام این کلام و این سخن ارزنده این است که اگر خواستی آگاهانه مرگ پر افتخار شهادت رو انتخاب کنی، این خیلی بهتر است از این که ننگ داشته باشی، کسی به طعنه بزند که آره تو تا آخرین شب عاشورا با حسین بودی، همراهش حرکت کردی، روزها با او بودی، آخرین شب حسین وقت اتمام حجت کرد او رو رها کردی، دست کنارش آمدی، در مقابل دشمن تنهایش گذاشتی. خب کشته شدن بهتر است. حالا اگر کشته شدن را انتخاب نکردی، حداقل این ننگ و عار را بپذیری، بهتر است از که داخل جهنم بشوی. یعنی بری حداقل صحنه را ترک کن، در کنار دشمن قرار نگیر، آتش جهنم رو انتخاب نکن، چون که در کنار عمر سعد بودن و در کنار و در فرمان شمر ابن ذی‌الجوشن قرار گرفتن، این انتخاب آتش جهنم هست. چقدر یک جمله زیبا را ایشان بیان فرموده است. انسان در زندگی، برادران عزیز، جوانان محترم، پدر کف دشت و دیدی گلوی دردانش علی اصغر 6 ماه بود، خون را به کف دست جمع نمود. چه کار کند آقا عبدالله، بنابر وعدهای میگوید زمین صدا در ندای دردار حسینم عزیز زهرا، به خدا قسم این خون را اگر به روی زمین بریزه تا قیامت از من گیاهی نخواهد روید. آقا ابا عبدالله خواست خون را به طرف آسمان بپاشد، ندای حاطف از آسمان ندا داد: آی حسین ابن علی، اگر این خون را به سمت آسمان بپاشی، به خدا قسم دیگر از من بارانی نخواهد آمد. بگد آقا عبدالله ریش مبارک را با خون علی اصغر خضاب نمود، ادای طفل 6 ماه را به سوی آسمان بلند کرد، صدا زد خدایا آخرا قربانی حسینت را بپذیر. آقا ابا
ابا عبدالله جنازه طفل 6 ماهش را گرفت به سمت خیمه آمد. صدا زد ای اهل حرم، ای رباب، ای خواهرم زینب، بیایید که دیگر علی اصغر سیراب شده، دیگر آبی نمیخواهد. اما یک زمانی است که آقا خودش به میدان می رود، در گودال قتلگاه می افتد به زمین. بیدی زینب بالای تل زینبیه می رود و به خیمگاه بر می گردد. یک وقت متوجه می شود مجلل زینب کسی به طرف گودال قتلگاه می رود. مجلل زینب هم بی طاقت شده به سمت گودال می رود. شاعر زبان حال زینب را چنین سروده: او می دوید و من می دویدم، من سوی مقتل او سوی مقتل، من می بریدم او می بریدم، من از حسین سدل او از حسین سر. شمر و مجلل زینب زمان وارد گودال شد. شمر ملعون بالای سینه ابا عبدالله نشست. مجلل زینب فرمود ای ملعون، سینه را که بوسگاه رسول خدا بود چطور جرأت میکنه با چکمه های کثیفت بالای آن نشسته؟ شمر به غضب شد، سلیه به صورت زینب نواخت. زینب مدهوش و فرش زمین شد. زینب وقتی به هوش آمد دید شمر هماننده، دید را که باد میوزد میلرزد، دید سر برادرش را بریده به دست گرفته. فرمود ای ملعون، حالا که سر برادرم را بریده چرا میلرزه؟ فرمود ای دختر علی، آن زمانی که سر حسین رو می بریدم خانم چادر سیاه بالای سر حسین استاده بود، صدا می زد عزیزی مادر. مستحق عطای حسینم من گدایم گدای این علم از کیست که به صاحب است ای خدا؟ این علم از کیست که به صاحب است ای خدا؟ این علم از کیست که به صاحب است ای خدا؟ این علم از کیست که به صاحب است ای خدا؟ این علم از کیست که به صاحب است ای خدا؟ این علم از کیست که به صاحب است ای خدا؟ این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا؟ این علم از کیست که به صاحب است ای خدا؟ این علم از کیست که به صاحب است ای خدا؟ این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا؟ این علم از کیست که به صاحب است ای خدا؟ این علم از کیست که به صاحب است ای خدا؟ این علم از کیست که به صاحب است ای خدا؟ این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا؟ این علم از کیست که به صاحب است ای خدا؟ این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا؟ این علم از کیست که به صاحب است ای خدا؟ این علم از
ماه بنی هاشم است ای خدا این علم از کیست که به صاحب است ای خدا این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا این علم از کیست که به صاحب است ای خدا این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا این علم از کیست که به صاحب است ای خدا این علم از ماه بنی هاشم است ای خدا بر محمد و آل محمد صلوات دوستا پیشخانی نوهم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم من گدایم گدای حسینم ماشاءالله مستحق عطای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم عشق او مایه سوز و سازم عشق او مایه سوز و سازم روی او قبلگاه نمازم روی او قبلگاه نمازم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم از غلامی او سرفرازم نوکر بر سرای حسینم از غلامی او سرفرازم نوکر بر سرای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم دل ز مهری رهش بر نگیرم هر غمش را به جان میپذیرم هر غمش را به جان میپذیرم دل مرامم بود تا بمیرم زنده چون با ولای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم روز محشر مگو بیاهم در پناه لوای حسینم روز محشر مگو بی پناهم در پناه لوای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم نور صدق و صفا دارد این دل مهر آل عبا دارد این دل عقده کربلا دارد این دل مهر آل عبا دارد این دل من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم عقده کربلا دارد این دل عاشق کربلای حسینم عقده کربلا دارد این دل عاشق کربلای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم
بار لاها دوباره امیدم شکر حق کربلا را بدیدم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم بار لاها دوباره امیدم بار لاها دوباره امیدم این که مدحت سرای حسینم بار لاها دوباره امیدم این که مدحت سرای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم من گدایم گدای حسینم مستحق عطای حسینم بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه مسئله سینه‌زنی را آغاز کنیم، نوحقانی یک درسی از حسین و آزادگی قیام حسین باید یاد بگیریم. همانطوری که مطالعه بعضی دانشمندان و بعضی کسایی هست که اینا از متنفذین اینج وجود داره، قیام حسین را میفهمه، راه حسین را میفهمه، مقاومت حسین را در مقابل ظلم و استبداد میفهمه. و دانش حسین یا قیام حسین، حماسه حسین یک مسئله فطریه و قوم خاص و جغرافیای خاص و سیاست خاص نمیشه. اگر 365 روز یک سال را ما به شعور حسین و شور حسین اگر اعتقادی نداشتیم، بعد از مطالعه چنین مواردی ما میتونیم بفهمیم شعور حسین با شور حسین دو جنبه از هم متفاوتند، متقابل هم قرار دارند. شور با شعور خیلی فرق داره و این مسئله رو باید بفهمیم. با پیشخوانی نوحه عزیزان، میروی میدان ای حسین من قدر آهسته نور عینی من. میروی میدان ای حسین من قدر آهسته نور عینی من. میروی میدان ای حسین من قدر آهسته نور عینی من. میروی میدان ای حسین من قدر آهسته نور عینی من. میروی میدان ای حسین من ای برادر جان قدر آهسته. میروی میدان قدر آهسته ای برادر جان قدر آهسته. ای حسین میروی میدان ای حسین من قدر آهسته نور عینی من. میروی میدان ای حسین من قدر آهسته نور عینی من. ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانم قدر آهسته پنجرت بوسم قدر آهسته پنجرت بوسم پنجرت جای مادرت بوسم پنجرت جای مادرت بوسم. میروی میدان ای حسین من قدر آهسته نور عینی من. میروی میدان ای حسین من قدر آهسته نور عینی من. قدر آهسته پنجرت بوسم قدر آهسته پنجرت بوسم پنجرت جای مادرت بوسم پنجرت جای مادرت بوسم. میروی میدان ای حسین من قدر آهسته نور عینی من. میروی میدان ای حسین من قدر آهسته نور عینی من. ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانم. کهنه راهم در برت کردی کهنه راهم در برت
ای با وفا ابوالفضل صاحب لوا ابوالفضل ای با وفا ابوالفضل صاحب لوا ابوالفضل سقای دشتی کربلا ابوالفضل سقای دشتی کربلا ابوالفضل سرداری دست دستن حسین حسن حسین حسن حسین حسن حسین حسن حسین یا
یا عباس یا قاسم 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 یا کم کم دیگه نظر یک دفعه دیگه خانم یک جلسه بیزش میدیا به خاطر که جای نیست این دفعه ما با تلویزیون کلانا کسی همین داخل بشقاب بود شلوغ هم دیگه بس ما زبه شوف مرة زبه نازا پارسال شد دیگه آره بخیر پارسال آماده نه خری نگیل خود نه ما پلاو نه ما سپاریتون با زاهاکی نفتا جایزش بدیم راحت بشیم پذیرایی نمیشه گفتش دیگه شاکر میده بود لطف الله